تمام نیرو و قوت قابلیت خود را بهر حفظ مرز بوم تاجیکستان دریغ نمی‌داریم و من همچون پدری دو فرزنده که امروز دو فرزند من در خط پیشی همون منطقه جنگ‌زده هستند اشتراک دارند. در کار شود به سین سال خودم نگاه نکرده ما هم در پهلوی جناب عالی پیشوای وطن بر جلال و بشانت قسم به پاکی رودی روانت قسم به کوه و به دشت و به دامان تو به مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت تاجیکستان با پیش نویه دربو مردمی بروخ شما تنها نیسته این همه خورد و کلام همه انشاءالله در برتون های تاجیکستان با پیش